بافت کلاه همیشه ما این 2 تا اندازه نیاز داریم. ببینین یه اندازه به این شکله که این اندازه به معنی قد کلاهه، یعنی بلندی کلاه، که ما این اندازه رو میگیریم تقسیم بر 2 میکنیم میشه قد کلاه. یکی هم به این شکله، یعنی از پیشونی تا پیشونی. پس این 2 تا اندازه رو باید داشته باشیم که اندازه‌ای که میگیریم متناسب باشه. برای محاسبه دونه ها برای کلاه معمولا اگر از میل 3.5 استفاده کنین مناسب ترین ضخامت رو به شما میده و بهترین بافت رو برای شما ایجاد میکنه. ما میایم از میل 3.5 استفاده میکنیم و دور سر رو هم در نظر میگیریم. اگر دور سر ما 48 سانتی متر باشه، ببینین از پیشونی تا پیشونی 48 سانتی متر باشه، میایم میگیم که 20 تا دونه سر میندازیم. 20 تا دونه به ما 10 سانتی متر میده اگه با میل 3.5 داریم میبافیم که پشت کانوا نوشته میل 3.5. به ما 20 تا دونه به ما 10 سانتی متر میده. خب ما الان 48 سانتی متر داریم، پس چند تا دونه لازم داریم؟ اگر 50 سانتی متر بود دقت کنین میشد چند برابر؟ میشد 5 برابر، پس 100 تا دونه میشد. ببینید اینو دقت کنین، این ضریب رو دقت کنین. به این شکل هم میتونیم بنویسیم. میگیم 10 سانتی متر از 20 تا دونه در میاد. 48 سانتی متر از چند تا دونه در میاد؟ به این شکل تناسب میبندیم و این تعداد دونه رو در میاریم. من الان اینجا در آوردم میشه 100 تا دونه. بعد با توجه به اینکه کشبافت، اینو دقت کنیم، کشبافت در کش میاد. ببینین الان این کشبافت، با توجه به اینکه کشبافت کش میاد، حالت ارتجاعی داره، بنابراین اگر شما از این تعداد اگر بخواد 48 سانتی متر باشه، شما میتونین 8 الی 10 تا دونه هم کمتر بگیرین، چون کش میاد بعد لبه کلاه گشاد میشه. خب حالا ما میایم میگیم که میخوایم سر بندازیم و شروع کنیم به بافتن. از کانوای مناسب استفاده میکنیم، کانوایی که با میل 3.5 بافته میشه. الان من اینجا کانوا با میل 3.5 گرفتم. زمانی که ما میخوایم سر بندازیم، الان با میل 3.5 باید ما 2 متر کانوا رو جدا کنیم، یعنی هر 1 متر 50 تا دونه به ما میده. پس ما 2 متر رو جدا میکنیم. با متر هم میتونیم اندازه بگیریم و به شکلهای سنتی هم میتونیم اندازه بگیریم. الان از متر استفاده میکنم من. ببینین این الان به این شکل میشه 1 متر 90، اینم 1 متر. ببینید الان من 1 متر اینجا جدا کردم. 1 متر با میل 3.5 به من میده 50 تا دونه. پس اینو باید چیکار کنم؟ دلاش کنم. این که دلا بشه به من حدود 100 تا دونه میده. الان اینجا دلا میکنیم و الان حدوداً 2 متر من برداشتم. از همین میل گرد معمولی استفاده میکنیم، ولی دقت کنین چون کلاهی که داریم میبافیم درز داره، اگر میل بلندترم باشه اشکالی نداره. اگر میخوایم کلاهی ببافیم که درز نداشته باشه، حتما باید میل ما 60 سانت باشه، وگرنه اذیت میشیم تو بافتن. یا از 5 میل باید استفاده کنیم. دقت کنین شیوه سر انداختنم به این شکله. الان این رو گذاشتیم اینجا، با دستمون نگه میداریم. 2 تا انگشتمون هم به این شکل، انگشت شست و انگشت اشاره برمیگردونیم و به این شکل سر میندازیم. ببینین یه دونه که اول برداشتون میشه 2، اینم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 به همین ترتیب 90 تا دونه سر میندازیم. حالا فکر کنین که ما 90 تا دونه سر انداختیم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ این کشبافت رو شروع کنیم. دقت کنین، کشبافتی که ما میخوایم ببافیم کشبافت برجسته است. کشبافت برجسته از کشبافتای دیگه زیباتر میشه. ببینین الان نمونه بافت من اینجا دارم، نگاه کنین برجسته شده و بافتش خیلی شیک و زیباه. بافتش خیلی شیک و چون دندونه هاش درشتره زیباتره. الان من دقیقا مثل همین با تعداد دونه هایی کمتر رو برای شما میبافم. ببینید بافتش به این شکله. دونه اول رو میبافیم از زیر، نخ بر میگرده، دونه دوم از رو بافته میشه، نخ میره پایین. دقت کنید اینو برمیداریم نمیبافیم، نخ میاد بالا، دوباره این از رو، بعدی از رو، باز نخ میره پایین به این شکل، باز نخ میاد بالا، بعدی از رو بافته میشه و به همین ترتیب. ببینین اینو برداشتم روی رو بافتم، بازم زیری رو ور میده ولی نخ پایین بالا میره و روی بافته میشه. بهش میگن کشبافت برجسته. حالا بعضیا میگن کشبافت آمریکایی، بعضیا میگن کشبافت انگلیسی، اون دیگه اصطلاحاتیه که عامه شده. به همین ترتیب دونه هایی که از زیر ور میداریم، دونه هایی که از رو هست رو میبافیم. دونه آخرم یادتون باشه همیشه از رو ببافین. ما 90 تا دونه باید سر بندازیم ولی به خاطر دونه اول و آخر 2 تا دونه هم بهش اضافه میکنیم، میشه 92 تا دونه. خب یک رج رو بافتیم، فکر کنین مثل این همه رو بافتیم. رج دوم دونه اول رو ور میداریم، ببینید دیگه همه رو میبافیم. اونایی که نبافته بودیم به رو بافته میشن، اونایی که بافته بودیم به زیر بافته میشن. پس یک رج فقط روها رو میبافیم، یک رج همه رو یک زیر یک رو میبافیم و این باعث میشه که بافت ما برجسته بشه. الان این رو ما به همین ترتیب بافتیم. ببینید همینجا که یک رج بافتیم برجسته بودنش مشخصه. برای کلاه اگر بخوایم لبه کلاه رو برگردونیم، یعنی تا بخوره اینجوری برگرده، 2 برابر معمول میبافیم. یعنی الان اینجا نگاه کنین، من الان اینجا نمیخوام تا بخوره. ببینید بلندیش رو نگاه کنین، بلندیش الان حدود 6 سانتی متره، 5.5 الی 6 سانتی متر. اما اگر میخوایم تا بخوره به هر بلندی، ببینین اگر میخواین اینقدر تا بخوره، ببینین الان اینجا اگر میخواین اینقدر تا بخوره پس باید 14 سانت ببافین. اگر بخواین اینقدر تا بخوره، اگر بخواین کمتر یا بیشتر دیگه به سلیقه خودتون باید انتخاب بکنین که چقدر باید این رو ببافین.